دوستان عزیز سلام. میخوام براتون پاناکوتای انار درست کنم. برای تهیه پاناکوتای انار نیاز به یه عدد انار دون شده داریم، یه لیوان شیر، یه بسته خامه 200 گرمی، 2 الی 3 قاشق شکر، یه قاشق مرباخوری وانیل مایع یا نوک قاشق چایخوری وانیل شکری، یه لیوان آب جوش، حدود نصف بسته ژله انار و 2 قاشق پودر ژلاتین. من انار رو از قبل دون کردم و اونو داخل 3 تا لیوان ریختم. به این شکل شما هر جور لیوان و ظرفتون هست میتونین داخلش بریزین به شکل اوریب و اونو به همین شکل اوریب توی یه ظرف خورشخوری که از قبل یه حولم توش انداختم گذاشتم که از جاش تکون نخوره، برای اینکه ما میخوایم اینو داخل یخچال بذاریم و نمیخوایم که تکون بخوره و زمانی که ژله رو میریزیم توش جا به جا بشه. آب جوش رو داخل پودر ژلمون میریزیم. بهترینه که ژله انار باشه، ولی اگر در دسترس نبود میتونید از هر ژله قرمز رنگ دیگه‌ای هم استفاده کنید و اونو هم میزنیم تا خوب حل بشه. ژله ما حل شده، گذاشتیم این مقداری هم خنک شده. حالا به وسیله قاشق خیلی آروم اونو داخل لیوانامون میریزیم تا بذاریم داخل یخچال برای بستن. فقط مواظب باشین که فقط روی انارا رو بپوشونه و بیشتر از اون نریزین داخل لیوانا. قاشق قاشق این کارو بکنین که راحت باشه. و وقتی که مایه ژله تا سر ظرفمون اومد دیگه ژله ریختن رو قطعش میکنیم. این دیگه روی انارامون پوشونده و تا سر ظرفمونم اومده. ببینید داخل ظرفی که بشه روی حرارت گذاشت یه لیوان شیرمون رو میریزیم. دو الی 3 قاشق شکر، یک قاشق مرباخوری وانیل مایع و 2 قاشق مرباخوری پودر ژلاتین رو روی شیر میپاشیم. و بعد اونو همش میزنیم و روی حرارت میذاریم و درست زمانی که خواست جوش بیاد از روی حرارت برمیداریم. شیرمون جوش اومد با شکر و پودر ژلاتین. حالا خامه رو داخلش خالی میکنیم و هم میزنیم. بلافاصله این کار میکنیم که داغ شیرمون تا خامم این تو حل بشه و بتونیم بقیه دسرمون رو کامل کنیم. خب ژله های انار ما بسته. بعد از اینکه 45 دقیقه داخل یخچال بود این مایه شیر و ژلاتین و شکر و خاممون هم خنک شده. حالا این بقیه لیوانو از مایه شیر و خاممون پرش میکنیم تا سر لیوان.
و بعد دوباره اونا رو داخل یخچال میذاریم تا کامل ببنده. این دفعه باید برای مدت 2 ساعت داخل یخچال باشه تا کامل ببنده. دسر پاناکوتای انارمون آماده شده. با دونه های انار روشو تزیین کردم. امیدوارم شما هم درست کنین و از اون خوشتون بیاد. خدا نگهدارتون تا یه برنامه دیگه.